روز هفتم ینور در حالی که بعضی تاجران تاجیک از کمبودی دلار شکایت داشتند و کارچلان‌های بازار سیاه با استفاده از این وضعیت قیمت دلار را از 8 سومانی هم بالاتر بردند، احتمالاً بسیاری ها نمی‌دانستند که این طوفان را در بازارهای مالی چین ایجاد کرده است. صبح پنجشنبه قرب پول ملی چین در برابر دلار به طور غیر انتظار پایان رفت و $1 آمریکایی به 6.56 یوآن برابر شد. در نتیجه کاغذهای گرانبها به حساب میانه 7% قیمت خود را از دست دادند و مقامات چین خرید و فروش سهمیه ها در بازارهای شانگهای و شنجن را قطع کردند. این تصمیم رهبریت چین که سالهای اخیر بارها تکرار شده است به سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف که به این هم از تشنج‌های جغرافی و سیاسی عالم از جمله آزمایش جهاز ترکنده هیدروژنی کره شمالی و بحث‌های دیپلماتی عربستان سعودی و ایران نگران بودند تأثیری منفی گذاشت. تنزل و یا خود کاهش بهای یوآن که منظم از سوی مقامداران چین عملی می شود، کشورهای دیگری آسیایی را وادار می کند که به خاطر رقابت پذیری در برابر صادرات گسترده چین قرب پولهای ملی خود را پایان فرارند. نماینده وزارت اقتصاد هندوستان، یکی از کشورهای بزرگ آسیایی، شکتیکند دست میگوید اقتصاد کشورش برای مقاومت با چنین تحولاتی ناگهانی آماده بود. در این دوره ناروشن، ناآرامی بازارها به وضع معمولی اقتصاد جهانی تبدیل یافته است. به نظر می رسد که چین سعی دارد نرخ یوآن را به تقاضای بازار مطابق کند. این اقدام بعد از قبول یوآن همچون پول ذخیروی صندوق بین المللی پول بیشتر شده است. روز پنجشنبه قیمت سهمیه ها در بازارهای هندوستان هم 2% پایین شدند. مثل این بازار سهمیه های ژاپنیا و استرالیا و حتی ممالک اروپا نیز زیر فشار قرار گرفتند. روز چهارشنبه حکومت قزاقستان اعلام کرد که به خاطر پر کردن بودجه خالی شدهش 10 کارخانه بزرگ دولتی با شمول شرکت های نفت و فرودگاه های اساسی این کشور را به فروش گذاشته است. این برنامه تا سال 2021 خصوصی کردن 15% کارخانه های دولتی و 5% کارخانه های کمونالی قزاقستان را هدف قرار می دهد. در طول سال 2015 قرب تنگه قزاقستان در مقابل دلار 85% پایین رفت و حالا تقریباً 345 تنگه برای $1 را تشکیل می دهد. ناآرامی در بازارها مخصوصاً کاهش نرخ نفت قرب پول ملی روسیه را به 75 روبل در مقابل $1 آمریکا رساند. این حالت تا حد مردم روسیه را زیر فشار گذاشته است. روز پنجشنبه اسقف اعظم مسکو و روسیه کریل به مناسبت روز میلاد عیسی مسیح یک بخش پیام خود را به مشکلات اقتصادی بخشید و گفت که انسان نباید نیک و احوالی خود را با پول چین کند. روبل روسی در دوام 2 سال اخیر در مقابل دلار آمریکایی تخمیناً 250% کاهش یافته است.